اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه‌ای که امروز همراه شمایان میگذرانیم عزیزان، این درباره توی عروسی در شریعت و عرف مردمی می باشد. بیایید امروز در برنامه میبینیم که توی‌های عروسی که در عرف مردمی گذرانیده می شود تا چه اندازه به شریعت موافقت دارد و سخن‌هایی که درباره توی‌هایی که در شریعت هست یا توی‌های اسلامی که گویا که در اسلام توی وجود ندارد و توی عروسی باید با یک کاسه آب گذرد و این چیزها تا چه اندازه حقیقت دارد و پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه ازدواج کرده بودند و عموما توی در اسلام چگونه باید باشد با هم صحبت میکنیم. پیش از همه خیلی از فکرهای اشتباه در بین مردم آن است که علل خصوص نفرانی که دشمنی با دین اسلام دارند یا ضدیت با نفران مسلمان دارند و در قلب خود یک بدبینی را همیشه اظهار میکنند و ایجاد میکنند، میگویند اصلا در اسلام با یک کاسه آب میتوان دختر را به زنی گرفت و این بی‌قدری زن در اسلام است که به یگان لباس عروسی، به یگان جشن مخصوص با یک کاسه آب به خانه شوهر می رود، در حالی که به جز تهمت و بهتان هیچ این ادعا حقیقت ندارد. اگر به خودی نگاه کنیم، در شریعت اسلام در یگان جا پیدا کرده نمیتواند که با یک کاسه آب نکاح وجود داشته باشد و برای آنکه نکاح در شریعت و عموما جشن عروسی علل خصوص چگونه گذشته بود از نزدیک شناس شویم، باید ببینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه ازدواج کرده بودند و آیا در حقیقت نکاح با یک کاسه آب وجود دارد یا وجود ندارد. و اینجا اگر عموما به جامعه امروزه تاجیکستان نگاه کنیم، ایده هستند که جشن عروسی را به یک مراسم خیلی بزرگ تبدیل داده اند و تمام عمر سرمایه جمع کرده خود را به یک جشن عروسی دختر و یا پسر خود خرج میکنند، سپس ملوما محصورا خود را ملامت کرده قرضدار شدم گویان در کنج خانه می نشینند. ایده باشند ببخشید علل خصوص بعضی از جوانهایی که نو از شریعت باخبر شده ایستادند و از نصوصهای اصلی شریعت بیخبر هستند، میگویند با یک کاسه آب میتوانیم نکاح کنیم، اصلا توی وجود ندارد و اینجا وقتی من راضی هستم عروس راضی هست، یک ملا آمد و ما را نکاح کرد و 2 شاهد وجود دارد، دیگر همین جشن عروسی هست و بس. گویا که پیامبر صلی الله علیه و سلم همین گونه ازدواج کرده باشند. لیکن اگر به شریعت نگاه کنیم میبینیم که اینجا حدی متوسط و یا حدود میانه وجود دارد. در حقیقت در شریعت توی عروسی وجود دارد و با نام بزم عروسی و یا بردن عروس یا عروس بران در زمان پیامبر هم بود و تا امروز هم در بین مسلمان ها وجود دارد و اولین شده به زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه میکنیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه ازدواج کرده بودند. اگر به تاریخ ازدواج پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه کنیم، هیچ ازدواج پیامبر وجود ندارد که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن ازدواجشان به مردم طعام نداده باشند. یعنی در تمام ازدواج هایی که کرده بودند، خواه در مسافرت خواه در داخل مدینه، حتما
گروه از اصحاب خود را به مهمانی دعوت کرده بودند و به شرایط خود نگاه کرده به مردم خوراک پخته داده بودند که این نامش چه است؟ ولیمه است. خوراک هست که در جشن عروسی یا ببخشید در روز توی به مهمان ها می دهند و این رو ولیمه می گوییم و درباره‌اش احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی زیاد است، حتی که عده از علما می گویند برای هر یک دامادی که ازدواج می کند فرض است که به مردم خوراک پخته دهد. حتمی نیست که یک گوسفند کشد و یا حتمی نیست که یک جشن خیلی بزرگ گیرد، اما مهم این است که به مقدار کم باشد هم به مردم خوراک پخته دهد. و حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به عبدالرحمن ابن عوف امر کردگی هستند که اولیم ولو بشاد، اگر یک گوسفند باشد هم به مردم طعام پخته ده. بعضی از علما میگویند اگر یک تا باشد هم که ده گفتند، پس انسان به شرایط خودش نگاه کرده میتواند زیادتر به مردم خوراک دهد. و کسایی که میگویند نه با یک کاسه آب میتوانیم نکاح کنیم، اینجا خوراک حتمی نیست. عزیزان، بعضی از علما حتی این رو میگویند واجب است که تو ازدواج کردی به مردم خوراک دهی. و مسئله دیگر این است که اگر به خود تاریخ پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه کنیم، وقتی که زینب را گرفته بودند رضی الله عنها، به زینب در روز تو یا در جشن عروسی به مردم گوسفند کشته و مردم را با گوشت و با نان مهمان کرده بودند. اما وقتی صفیه را گرفته بودند، چون در راه بودند، به مردم فقط طعام عادی به ذبح کردن گوسفند داده بودند. برای همین هر یک داماد یا هر یک نفری که ازدواج کرده ایستاده است میتواند به شرایط خود نگاه کرده ازدواج کند. و این چنین وقتی که حضرت علی با فاطمه رضی الله عنها ازدواج میکنند، چون در همان وقت شرایطشون کمی پست بود، یا گفتیم شترهایی که برای ولیمه آماده کرده بودند آنها از دستشون میرود که یک قصه دراز خودش هست. در اینجا اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم از سعد ابن ابی وقاص شروع کرده میگویند یا علی بیا ما به تو کمک میکنیم، تو ولیمه رو گذران. مهمانیه که تو برای جشن عروسیت به مردم بدهی ما آن رو میگذرانیم، خرج آن رو میکنیم. و سعد رضی الله عنه میگویند من خودم گوسفندش از من است و دیگر صحابگان میگویند بقیه چیزهایی که برای ولیمه لازم است از ما می باشد. پس ولیمه دادن و یا در توی مهمانی کردن و مردم رو به مهمانی دعوت کردن در زمان پیامبر بود. پیامبر این رو کرده بودند و حتی در سفر هم وقتی ازدواج کرده بودند گفته بودند که مردم امشب شما مهمان من هستید. و حتی خودی روایت کننده حدیث میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 روز پی هم مردم را به طعام در سفر جیغ زده بودند. ولیکن یگانه مشکلی که اینجا هست، بعضیا گمان میکنند حتما باید خیلی مهمانی بزرگ باشد و اگر شرایط برای مهمانی بزرگ نداری نباید به کسی خوراک دهی. و بعضی دیگر گمان میکنند که عموما بی خوراک هم میشود، همین که نکاح عادی شد میگذرد. اما خیلی که گفتیم هر یک نفر به شرایط خود نگاه کرده باید که ولیمه دهد. اگرچه جمهور علما میگویند سنت است ندهید گناهگار نمیشوید، مهم نکاح را اعلان کنید. لیکن بعضی از علما میگویند اگر آنقدر حتمی نمی بود پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی در مسافرت باشد هم به مردم ضیافت نمیدادند و به حضرت علی نمی گفتند که حق است که هر یک داماد یا هر کسی که ازدواج کرده ایستاده است به مردم ولیمه دهد یا خود خوراک دهد. فقط در وقت خوراک دادن از روی شریعت زنها باید از مردها جدا باشند و با هم آمیخته نباشند و انسان به شرایط خودش نگاه کرده به مردم خوراک میدهد، نه آن مقداری که از شرایط خودت بالاتر و قرضدار شوی، نه آن مقداری که شرایط داری و بخیلی کرده 1-4 نفر رو با مقدار کمی طعام گسل کنی. اما درباره وقتی خوراک دادن در توی عروسی، آیا همین روزه که عروس به خانه داماد آمد خوراک میدهیم یا 1 روز پیش یا 1 روز بعد؟ امر خیلی وسیع هست و تمام علما اتفاق هستند که میگویند میتواند همون
اون روزی که عروس به خانه آمده ایستاده است شما ولیمه دهید. و یا حتی اینکه امروز عروس به خانه آید و فرداش به مردم خوراک دهید و البته که اهل خویش و تبار خود و محله و مکانی که شما زندگی میکنید آنها رو دعوت میکنید که این بود سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم که به ولیمه یا به خوراکی که برای عروسی تیار شده بود مردم رو دعوت میکردند و حتما حتی در نزد علما تقریبا جمهور علما واجب است که اگر شما رو کسی به عروسیش دعوت کرد به خوراک عروسی که ولیمه میگوییم در فقه اسلامی حتما باید اجابت کنید و به ولیمه او روید. لیکن بعضی از علما میگویند اینجا اگر 3 روز پی در پی به یک گروه مردم خوراک داده شود در اینجا جایز نیست، برای آنکه اگرچه حدیث را بعضی از علما ضعیف میگویند ولیکن در مجموعش حدیث از یک چند راه آمده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند الولیمه اول یوم حق و ثانی معروف و ثالث ریاء و سمعه. خوراکی که در جشن عروسی در روز یکم میدهید این حق است، حتما باید بدهید. روز دوم معروف است، روز دوم هم به مردم خوراک دادید خیلی خوب است، اما روز سوم باز به همان مردم خوراک دادید این از خودنمایی و دیگر خود نشاندهی چیزی دیگری نیست. برای همین جمهور علما میگویند نباید از 2 روز زیاد باشد. شما میخواهید به مردم خوراک دهید یا ببخشید ضیافت عروسی بدهید 1 روز 2 روز دهید 3 روز نه. اما آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 روز پی در پی بود اونجا مکان خیلی مکانی کوچک بود، به مردمی که 1 روز پیش خوراک نخورده بود روز دوم دعوت کردند و به آنها دادند و مردمی که روز یکم و دوم آمدند آنها یک سو ایستادند، گروه دیگری که خوراک نخورده بودند سوم روز آنها را جیغ زدند که در این باره کل علما اتفاق هستند که اگر شما شرایط تمام یار و دوستان را به خانه خود جای کردن ندارید می توانید آنها را تقسیم کرده در یک چند روز برایشان خوراک آماده کنید که در اینجا ریا نمی شود. اما من 3 روز پی در پی توی میکنم، من 7 روز به مردم توی میدهم گویان همان یک مهمان را 1 روزم 2 روز و 3 روز چند روز دعوت کنید، انا این رو میگویند ریاء و سمعه که در این باره اثرها از تابعین هم آمده است که وقتی سعید ابن مسیب را به خوراک عروسی روز اول دعوت میکنند میروند، روز دوم هم دعوت میکنند باز میروند، روز سوم هم که دعوت میکنند میگویند من به این جشنهای ریاکاری دیگر حضور نمیکنم، 2 روز اول که گفتید رفتم دیگر سوم روزش زیاد است و این برای خود نمایی میباشد. و اینجا را نگاه کنیم که عزیزان پس خوراک دادن در جشن عروسی وجود داشته است و اسلام به خوراک و به هیچ چیز میتواند زن را به یک مرد به شوهری دهد و همین کتی تمام، چون این گپ وجود ندارد. چیزی دیگر عزیزان موضوع آرایش عروس می باشد و یا پوشیدن لباس عروسی. ایده هستند که گمان میکنند پوشیدن لباس های عروسی برای زن یا برای عروس این بدعت است، این مانندی به کفار است، علل خصوص اگر لباس سفید به گفته خودمان فتح باشد. و ایده گمان میکنند که هیچ باکی ندارد، 1 روز انسان در حیاتش ازدواج میکند و هر چی خواهد پوشد هر چی خواهد کند، لیکن اینجا هم حد اعتدال دارد. البته که کل علما اتفاق هستند که زن میتواند حتی برای اجاره باشد هم برای 1 روز عروسیش کرته گیرد و حتما عروس را باید زیب و زینت دهند که این از اول بود و تا امروز هست. حتی در صحیح بخاری حدیث حضرت عایشه رضی الله عنها است که میگویند من لباسی داشتم که هر یک زنی که خود را زیب و زینت میکرد از من آن را طلب میکرد و گویا که هر یک عروسه یا کلین گفتیم می آمد و آن را از من میگرفت. پوشیدن لباس عروسی کدام رنگ که نباشد، سفید باشد، رنگ های دیگر گلابی باشد، هیچ مشکل ندارد، فقط به شرط آن که با لباس های تنگ و پر از زیب و زینت عروس به نزد مردهای نامحرم نمایان نشود و یا در جای باشد که از عروس عکس گیرند و دیگر تمامی تلفن و ببخشید کانتکت های همه پر از رکلام
عروس یا خود یک خواهر مسلمان باشد که الکی او ازدواج کرده است و به جز خود شوهرش و محرمهایش کسی حق ندارد که به آرایش او نگاه کند. عروس میتواند در حدود مکانی که آنجا فقط محرمهای خودش هست یا مکانی که در آنجا فقط زنها هستند کدام لباسی که خواست و آن هم خاص عروسی آن را بپوشد، به شرط آنکه عریان نباشد، برای اینکه عریان و از حد لباسهای تنگ حتی در نزد زنها هم جایز نیست و از او عکس گرفته، علل خصوص در شرایطی که خیلی امانت داری کم است و مردم دیگر نه امانتی ناموس یک نفر، نه امانتی خواهر یک نفر، نه امانتی مادر یک نفر را نمیدانند و اکثریت از این واتساپ به واتساپ دیگر، از این تلفن به تلفن دیگر عکس های عروس ها را گسیل میکنند. اگر چنین جا باشد البته که عروس گناهکار می شود، با آن زیب و زینت خود در عکس های اشتراک کند که نظر دیگر مردها به او بیافتد. اما از اینکه رنگ و بار کند و یا لباس عروسی پوشد و فقط در حدود زنها باشد و بعدش هم اگر مرد بیند برادرش یا همسرش یا اینکه پدرش باشد، اینجا باکی ندارد. مسئله دیگر اینجا مسئله دایره و سرود می باشد. چه خیلی که می دانیم در شریعت ما موسیقی گوش کردن حرام است و این گناهی کبیره است، به هیچ وجه جایز نیست و عموما آلت‌های موسیقی هم حرام است، اما به دایره در وقت‌هایی که در آنجا سرور شده است موافق حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازه شده است و از مکان‌هایی که دایره زدن و سرود خواندن با دایره جایز است این توی عروسی می باشد. خیلی که در صحیح بخاری هم آمده است وقتی بار حضرت عایشه از توی می آیند پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند آیا در آنجا ترانه خوانی کردند؟ برای آنکه انصار یعنی مردم مدینه خیلی ترانه خوانی را دوست می‌دارند و حضرت عایشه هم میگویند آره زنها در آنجا ترانه می‌خواندند و این چنین ربیعه بنت معوذ میگویند وقتی من ازدواج کردم پیامبر صلی الله علیه و سلم به خانه ما آمدند در حالی که دخترچه‌ها دایره می‌زدند و ترانه می‌خواندند و درباره شهدای بدر ترانه می‌خواندند. همین که پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیدن یک باره به مدح پیامبر شروع کردند و گفتند و در بین ما پیامبر الله هست که حتی پگاه چی می شود می داند. پیامبر این را شنیده گفتند نه این را نخوانید، همانی که میخواندید آن را خوانید، یعنی این چیزی که درباره من میگوید که من غیب را میدانم درست نیست، همان سرودی عادی خودتان را خوانید. در اصل پیشتر اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم به خانه خود در آمده بودند و حضرت عایشه با دخترچه ها در روزی دایره می زدند و گوش های خود را محکم کردند، اینجا که روز توی بود می بینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم کار نداشتند و حتی در حدیث آمده است، در حدیث مسند احمد است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند فصل ما بین الحلال و الحرام الصوت بالدف، فرق بین حلال و حرام، فرق بین نکاح شرعی اسلامی و نکاح‌های پنهانی که نفرها روز شده پنهانی توی میشوند یا زنا میکنند، این آواز دایره میباشد. با دایره شما اعلان کنید که اینجا توی شده ایستاده است و در بعضی اثرهای صحابه ها هم آمده است که وقتی به گوش حضرت عمر خطاب آواز دایره می در آمد می گفتن این چی آواز است؟ وقتی گفته می شد که فلانی عروسی دارد می گفتن پس باکی نیست. در عروسی هم در طرف مردها یعنی ولیمه که مردها با هم گذرانیده ایستادن می شود در آنجا آواز دایره برآید و هم در طرف زنها، اما زن و مرد با هم یک جایه شده دیگر دایره زنی و سرودخوانی کردن البته که این از روی شریعت نیست. پس دایره زدن هم جایز است، هیچ باکی ندارد و ایده میگویند نه در تویهای اسلامی فقط باید موعظه خوانی شود، در آنجا باید فقط قرآن خوانی شود، در آنجا دایره زدن جایز نیست، در آنجا ترانه های اسلامی خواندن جایز نیست. عزیزان در ما حدیث های ثابت آمده است، نباید آنقدر سختگیری کنیم که مردم گمان کنند که در ما توی وجود ندارد و نباید آنقدر دستکشایی کنیم که توی ما به توی نصرانی و دیگر از غیر بدینان
مانند باشد و از آنها فرق نکند. پس وقتی آمدیم به سرودخوانی یا خود دایره زدن، فقط با دایره، با دیگر آلت‌های موسیقی نه. و این چنین سرودهای عادی که در آنجا درباره زیب و زینت و زنها و عشق و عاشقی و این چیزها نیست و مبارک بادی و گپ‌های عادی است، می شود ترانه خوانی کرد. و اینجا حدیث در صحیح بخاری آمده است و جمهور علما اتفاق هستند که فقط در روز توی مردها نیز می توانند دایره زنند، البته که نه رقص، فقط دایره زنی. لیکن درباره رقص زنها اینجا اگر بعضی خواهرایی که در کشورهای عرب بودن میگن خیلی زنهای عرب در تویها رقص میکنن، به این چی میگفته باشیم؟ در نزد جمهور علما رقص زنها بین زنها جایز است، اما به شرط آن که از دایره آداب نبراید و در آنجا گرفتن ویدیو یا عکس ها جایز نیست. این چنین اگر نفرانه باشد که این نمود رقص ها را یا هر چیزی که در توی خانه میبیند رفته به شوهر خود گوید، بهترش این است که فقط کودک ها رقص کنند، زن ها هم حتی رقص نکنند. اما عموما ترانه خوانی و با آواز دایره اینجا توی بودن رو معین کردن و اینکه مردم بداند که در این خانواده توی شده ایستاده است، این سنت است. و حتی در این باره حدیث پیامبر است که امر میکنند که شما توی هایتان رو با دایره ها اعلان کنید، با آواز دایره مردم بدانند که اینجا توی شده ایستاده است. پس وقتی خلاصه گیری میکنیم عزیزان، اینجا میبینیم که در اسلام توی هست، در اسلام دادن خوراک تویانه، پوشیدن لباس عروسی برای زن، زیب و زینت دادن عروس برای به خانه شوهر برآوردن و این چنین ترانه خوانی بین زنها و دایره زدن و حتی رقص بین فقط زنها و این چنین دایره زدن و دیگر در جمع نشستن مردها با هم خوراک خوردن باکی ندارد. اما چیزی که در ما جایز نیست این است که زن و مرد یک جایه باشند و عروس با آن لباس عروسی اگرچه سطر داشته باشد هم در بین مردها دست شهش را یا شوهرش را گرفته بیرون آید و مردم در نزدش رقص و بازی کنند و زن و مرد با هم یک جایه و آنجا کسی آنها را عکس برداری کند و چیزهای دیگر و رکلامه خاص و عام شود. اکنون بیاید ببینیم به نکاح عرفی یا خود نکاح عادی مردمی که میگویند این توی عادی است، اینش توی اسلامی، ولیکن از حق نگذاریم. در حقیقت شاید از سختگیری از حد زیاد باشد، شاید از بیخبری از نصوص های شریعت باشد. ایده از مردم توی های اسلامی را تماما به یک جشن موعظه خوانی تبدیل دادند که مردم در آنجا بعضی حتی درباره قبر و درباره عذاب دوزخ و درباره روز قیامت گریه کنان در جشن عروسی گپ میزنند، در حالی که در یگان جا در نصوص نمیبینید، ببخشید در احادیث پیامبر نمیبینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم به توی رفته مردم را از عذاب قبر و از دوزخ و از چیزی دیگر ترسانیده باشند. البته که موعظه فرض است، اما هر چیز حکمت و جای خودش را دارد. برای همین جشن عروسی دیگر جشن عروسی است، باید در آنجا خرسندی کرده شود. و اینجا در صحیح بخاری حدیث هم هست که باره حدیث از حضرت انس روایت است: ابصر النبی صلی الله علیه و سلم نساء و صبیانا مقبلین من العرس فقام ممتنا فقال اللهم انتم من احب الناس الی. پیامبر صلی الله علیه و سلم باره دیدن که زنها و کودک ها از توی می آیند، دیگر بچه ها با مادران خود خرسندانه از توی می آیند و اینها از اهل انصار بودند، از اهل مدینه بودند. آنها را پیامبر دیدند و از جای خود زود خستند و گفتند پروردگارا چقدر من شمایان را دوست می دارم، یا اینکه الله هم این مردم برای من خیلی عزیز هستند، اینها را من خیلی دوست می دارم، چون اهل انصار از نفرانی بودند که در وزمین ترین حالت ها پیامبر را دستگیری کرده بودند و گویا که آمدن آنها از توی که بچه ها با مادران خود خرسندانه از توی می آمدند، پیامبر را به یک حالت گرفت که از محبت خود به آنها اظهار کردن. نگفتن که به جای توی رفتن به کار دیگر مشغول شوید و یا اینکه الان وقتی توی نیست و یا چیزهای دیگر. اکنون بیاید عزیزان گفتیم یک تشدد سخت یا یک محدودیت در تویهای عروسی و گویا که عروس را از همه چیز محروم کردن و خانواده را
با یک کاسه آب نکاح کنید و توی رو تمام کنید، گپ‌های زیاد، کارهای زیاد نکنید، همش خلاف شریعت است. در شریعت توی وجود دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم دختره که خود رو توی کرده بودند، خودشان توی شده ازدواج کرده بودند، به توی ها رفته بودند و خیلی زیاد احادیث درباره آن است که به توی دعوت شدید، به ولیمه دعوت شدید، حتما باید بروید که اکثریت علما به آنند که فرض است که یک نفر تو رو به تویش دعوت کرد بروید. فقط در یک حالت، وقتی میدانید توی که شما میروید در آنجا مردم با دین الله بازی میکنند، در آنجا مینوشی است، در آنجا زن و مرد آمیخته شده رقص و بازی میکنند، در آنجا گناه های دیگر هست، به آنجا رفتن گناهی کبیره است. و در این باره حدیث است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا والیوم الاخر فلا یجلس علی مائده یشرب علیها خمر. هر کسی که به الله و روز قیامت ایمان داشته باشد و دسترخوانی که در آنجا مینوشی می شود هرگز ننشیند. و این چنین در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی کردند از طعام فاسقین، از خوراکی که بین مردمی اهل گناه خورده می شود و آنها در آنجا به گناه مشغول هستند و انسان می رود و کسی را تغییر داده نمی تواند، برعکس به گناه آنها شریک می شود. اکنون بیایید نگاه کنیم به تویهای عروسی، تویهایی که عادی در عرف میگذرد. اول شده عزیزان اسرافی که در تویهای مردمی می شود. نفرانی که علل خصوص داماد بیچاره سالهای دراز در روسیه کار میکند، سالهای دراز مبلغ جمع میکند و همه آن را در یک شب خرج میکند. اگر آن را با خرید طلاواری و یا مهر همسری خود کند هم یک پسنداز برای آینده میشد، لیکن آن را اساسش را گفتیم نصفش را به یک حافظ فاجره میدهد که در آنجا چی میخواند و چی میکند خودشان میدانند. دوم آنقدر خرید زیاد از خوراک شروع کرده تا مشروبات الکل تا چیزهای دیگری که نه به خودش ثواب دارد نه گفتیم فایده دارد. و اگر به تویهای مردم در دیگر کشورها، در ترکیه یا در کشورهای دیگر نگاه کنید، حتی خوراکی که برای مهمانها در جشن عروسی آماده می شود خوراکی هست که هر یک نفر می خورد اما اسراف نمی شود. مقدار کمی از این طعام، مقدار کمی از نوشابه، مقدار کمی از میوه برای هر یک نفر یک طبق یا یک میزی که او می خورد سر می شود، اسراف نمی شود. برعکس نفرانی که در اکثریت مناطق تاجیکستان هستند آنقدر دسترخوان ها را پرپر میکنند که چندین وقت دیگر آن خوراک را حتی خود خانواده ویران میکنند، میپوسانند و دیگر به پرتو میپرتویند. اسرافی که در تویهای عادی تاجیکستان شروع کرده از به خرج حافظ و رقاصه و دیگرو هست تا خرید خوراک و لباس برای یک اولاد کلان همش اسراف است که میبینیم که هر نفری که تقریبا هر نفر دومی که ازدواج میکند دیگر پس از یک ماه قرضدار شوند از تاجیکستان به روسیه عزم سفر میکند. مسئله دیگر مسئله اختلاطی که بین زن و مرد ها می شود و علل خصوص در اوانی آخر خیلی از توی فلانی گویان وقتی که می بینید در یوتیوب بجز فساد، بجز بیشرمی دخترک تاجیکی اون هم به گفتی خودشان با لباس ملی رقص هایی که نشان میدن کارهای دیگر میکنن، میگوید یک مجلس یا مجانین یا اهل شیاطین است که پیشتر و بیشتر به مجانین مانندی دارند. و مسئله دیگر البته که مسئله هایی که دیگر عروس و داماد را مثل یهودی و مثل نصرانی ها به مبین می آورند و حتی به دست آنها شامپان یا خود مواد مست کننده می دهند، انگشتر در دستشان، کارهای دیگر که توی وقتی از چت نگاه میکنید هیچ فرقی از توی مسیحیانی که در سرک انجام می دهند، در کلیسا انجام می دهند فرق ندارد. به این گونه توی ها از اسراف شروع کرده تا تمام کارهایی که در آنجا می شود اشتراک کردن یک نفری
دیندار اصلا گناه است مگر اینکه نصیحت کرد و آنها را تغییر داده توانست. ولیکن مسئله ای که ذهن زیادی ها را مشغول میکند و خیلی زیاد خواهران عزیز در این باره سوال هم میکنند، میگویند جشن عروسی که ما داشتیم همان جشن عروسی عرفی بود که دیگر ما در نزد مردم بودیم و میرقصیدند و مینوشیدند و دیگر کارها. آیا این توی نکاح درست است یا بعد از این باید نکاح کنیم؟ این گونه عمل ها نکاح رو بریده نمی کند. پیش از این اگر نکاح کرده باشند اما استادش مجلس گناه کبیره است. از نوشیدن موادهای الکلی تا تبرج و با آن لباس ها بین زن و مرد برآمدن و این چنین با آن همه فسق و فجوری که در میدان ها بین دختر و زن یا زن و مرد همش از حافظ و از رقاصه شروع میکند و ببینید که چرا اونقدر برکت از بین میرود. یعنی همین روز توی میشود، بعد از 2 روز دیگر آن خانه اکثریت یعنی محتاج پول هستند، برای آنکه همه پول های با مهنتی حلال با عرق جبین کار کرده را صرف این مجلس شیطانی و ایده از مجانین میکنند و تماما با همین کلی هر پولی که در دستشان هم هست از بین میرود و هیچ برکتی در آن توی نیست. و به جای آن که این مجلس رو یک مجلس خیر و برکت و ازدواج 2 نفر گوییم، میگوییم 2 نفری که با گناه قدم های اولین خود را به زندگی خود نهاده ایستادند که هیچ برکتی این گونه نه توی ها نه ازدواج ها وجود دارد. و خطاترین یا گفتیم اشتباه ترین فکر در آن است که میگوییم در حیاتمان یک بار توی میشویم، بگذار خرسندی ها را کنیم، بعدن چی میشود؟ دیده ایستاده ایم که نفرانی هستند که 10 بار هم ازدواج کرده ایستادند. دیده ایستاده ایم که در حیات انسان یک بار توی نمیشود، بعضی ها خیلی زیاد توی میشوند. عزیزان، توی وسیله است برای بر زندگی آینده قدم های خود را نهادن. بگذار قدم های نهاده ما برای زندگی مستقیمانه که زندگی جدی مسئولیت بزرگ بالای عروس و داماد است و یک جنگ نبرد با زندگی و با مصائب میکنند، باید با برکت با حلال آن چیزی که در شریعت هست با آن نهاده شود، نه با این نفرانی که آنها را مست میکنیم 2-3 سرود میخوانند یا 2-3 یار و دوستی که از مستی چی میخواهند یا چی میگویند نمیفهمند، آنها را به میدان برآوریم و فکر کنیم که این خرسندی هست و ما روزه را گذرانیده ایستادیم که هرگز از خاطر کسی نمیبراید. این مشکلی خیلی از خیلی بزرگ در تاجیکستان در این است که چیکار میکنن؟ تمام خرج و خراجات یک مجلس پر از معصیت رو با پولهایی که سالها جمع کرده اند میگذرانند و میبینید که عروس از هفته دیگر شکایت از زندگی دارد. داماد علکی پس از 2 روز در فکر آن است که از کجا پول پیدا کند. علل خصوص بعضی ها این جشن رو عموما با قرض زیاد و دیگر پولهای کردیت و یا قرضهای دیگر میگذرانند. اما درباره آن خریدهایی که در توی میکنند از سر و پا و پای افزال و چیزهای دیگر، اگرچه آنجا تنظیم آمد و گویا تغییر داد، دیده ایستاده ایم که تنظیم هیچ کاری کرده نتوانسته ایستاده است. اینجا در این باره عموما حاجت بحث نیست، برای آنکه خراجاتی که به لباس و به دیگر لباس های پدر و مادر عروس و حق و همسایه و خویش و تبار میکنند و این چیز در دنیا چیز برابر نیست. شاید تاجیکستان اولین کشور در کل دنیا باشد که در جشن عروسی آنقدر متر زیاد لطه و پارچه میخرد. در دنیا شاید چنین کشوری وجود نباشد، وجود نداشته باشد که مثل تاجیکستان ما برای یک جشن عروسی تا 300 متر و 400 متر لطه پارچه برای بیوی و بابا و همسایه و خویش و تبار و برای خود یک عروس تا 10 و 15 و 20 از کرته و از پاچه رود. لیکن مسئله اساسی در این است که پولی که با عرق جبین برادران کار میکنند یا پدر و مادر یا فرزندان ما کار میکنند، همش خرجی یک مجلس یا توی عروسی می شود که در یک شب می گذرد، آن هم به هیچ برکت و با تمام گناه و آلودگی. برعکس این اگر به خود شریعت نگاه کنید، مهمانداری کنید، جشن عروسی گذرانید، اما به جیب خود نگاه کرده، به شرایط خوب نگاه کرده و هر چیزی که به خاطر الله از آن گناه دست کشیده می شود، خود الله در آن برکت می دهد. این بود عزیزان یک
ملخص درباره توی هایی که در ما هست و در شریعت است و دیدیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم هم توی داشتند و این چنین میدانیم که در توی عروسی می شود خرسندی کرد و همه شما تقریبا شاهد هستید که در توی های ما چی می گذرد و باید چگونه اصلاح شود. اگر هر یکی ما و شما به این چیز اقدام کردیم و اصلاح کردیم می بینید که پیش راهی صرفه‌جویی و چقدر اسراف و خراجات رو میتوانیم بگیریم. و اینجا الان شروع میکنیم به قسم سوال ها. میبینیم که به سوال ها تا چه اندازه میتوانیم جواب داد. سوال یکم، عروس شونده پیش از توی حق دارد که با داماد مسئله توی را مصلحت کند. البته که عروس شونده هم میتواند حق داشته باشد، داماد هم میتواند حق دارد و حتی اینها حق دارند به همدیگر شرط و شروط گذارند. و در این باره حدیث در صحیح بخاری هم هست که از شرط هایی که شما حتما باید به آن وفا کنید، این شرط هایی هست که در روز توی یا در عقد ازدواج به هم میگذارید. فقط شرط هایی که حلال را حرام نکند و حرام را حلال نکند. لیکن شرط هایی که مثلا توی را چنین میگذرانیم و یا در توی باید چنین شود و یا بعد از توی باید در این مکان زندگی کنیم و یا مکان دیگر، درباره حق کار کردن یا حق تحصیل کردن یا مسئله های دیگر البته که میتوانند که با هم صحبت کنند و البته بهترینش این است که برابر عروس شونده ولی عروس هم با داماد در این باره صحبت کند تا اینکه این عقد و پیمان قوی تر باشد. سوالی دیگر، اپا جان، من یک خواهری شوهر دیده رو دوست داشتم، خودم حالا یگان بار خانه‌دار نشدم. همه خویش و تبارم مرا ملامت کرده ایستادند، میگویند که این کارت ضد شریعت است، گویا که پیامبر به کدام از صحابه گفته باشند که دختری خانه‌گیری خوبتر است. درباره اینکه شما یگان بار ازدواج نکردید و نفری که با او میخواهید ازدواج کنید او شوهر کرده برآمده است، یعنی زنی مطلقه است، متاسفانه ما چنین یک عرف زشت در تاجیکستان داریم که گویا که حرام است که هر جوانی که ازدواج نکرده است با یک زنی مطلقه ازدواج کند. گویا که این چیز عموما در شریعت حرام است و انسان گناهکار می شده باشد. اما درباره خودی حدیثی که پرسیده ایستادید، آره در این باره حدیثی صحیح هست. وقتی جابر پسر عبدالله ازدواج میکنند، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند با کی ازدواج کردی؟ با دختر و یا بیوه‌زن؟ جابر میگویند من با بیوه‌زن ازدواج کردم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند بهتر بود که با دخترک ازدواج کنی، برای آنکه دیگر بکر است و بیوه‌زن است. ولیکن جابر ابن عبدالله میگویند پیامبر الله، من یک چند یتیم دارم و یعنی یک چند خواهرهای مایده که یتیم دارم، به آنها نفری را میخواهم که همچون مادر نگاه و بینشان کند و دخترکی که شوهر ندیده است یا بکر است این را نمیتواند. من یک دخترکی طلاق گرفته را گرفتم که او مادری کرده تواند. اما به زندگی خود پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه کنیم، این نصیحت پیامبر به جابر بود، همچون نصیحتی که این را کردی بهتر است، اما این امر نبود. خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم اولین زنشان خدیجه زنی بودند که دو شوهرشان پیش از پیامبر وفات کرده بودند، حتی فرزند داشتند حضرت خدیجه. بعد از آن هم با سوده ازدواج کردند که سوده رضی الله عنها نیز پیش از پیامبر ازدواج کرده بودند و سن سالشان بالا بود. اینجا هیچ مشکلی نیست، اما مشکلی در عرف ما است. در عرف ما گویا که حرام است که با زن مطلقه ازدواج کرد. اگر خویش و تبار به این ضدیت دارند اینجا باکی نیست، شما می توانید به آنها گوش نکنید. اما اگر پدر و مادر به این خیلی زیاد دارند، ضدیت زیاد دارند، بهترش با پدر و مادر مصلحت کنید تا اینکه مبادای زندگی شما بعد از ازدواج به یک جای نکشد که با پدر و مادر قهری باشید و دیگر آنها هرگز همسر شما را قبول نکنند. اما آفرین برای برادرایی که یا جوانهایی که گفتیم ارزوی هوس‌های را یکسو میگذارند و میگویند من مسئولیت میگیرم، به من حتمی نیست که من دختری خانه گیرم، حتی بیوه باشد هم من بر ازدواج میکنم. سوال دیگر، من در دیدامی روسیه کلان شدم، با تاجیکا استرویکا کار میکنیم. قطعی یک روز دختر شناس شدم، پدر و مادرش میگویند که بیا عروسیت رو ما میکنیم، در خانه ما زندگی کن. همین کار اسلامند زید نیست. من یک روز 5 وقت
ملیتسه میکنم، روزه میدارم الحمدلله. پیش از همه ازدواج کردن با زن مسیحی در شریعت حلال است، اینچنین با زن یهودی، اما به شرط اون که محسنه باشد. محسنه یعنی پاکدامن باشد، اهل زنا نباشد. و شما دانید که پس از ازدواج گفته شما رو گوش میکند. برای اون که بعضی رستخترهای هستن که بعد از ازدواج میگویند تو مرا همین خیل قبول کردی، همین خیل میستم، نه به لباس من کار دار و نه به حجاب من و یا به عقیده من. اگر او در مسیحیت خود باقی ماند، مرد گناهگار نمی شود، اما او در آن لباس هایی که به کوچه می پوشد یا در بعضی از عرف و دیانتش که می تواند با پسر عمویش تنها به تنها بماند یا با مردها دستی یا دیگر خیلی سلام علیک کند، البته که این برای یک مردی مسلمان عموما بی غیرتی می باشد. مسئله دیگر، وقتی که نفری که 5 وقت نماز می خواند در یک عائله روسی بی نماز، ببخشید غیر مسلمان زندگی می کند، در آنجا گوشت خوک است، در آنجا عرق خوری هست، در آنجا دین رجدینیا دارند، در آنجا دیگر کارهای زیاد دیگر دارند که انسانی که عقیده درست دارد یا خود در دین خود پابند است به این گونه حالت ها صبر کرده نمیتواند. اگر شرط گذاشتید که تو اسلام رو قبول کن و با من جدا زندگی میکنیم و عموما اون چیزی که من در قانون اسلام است به اون پیروی میکنم، تو او رو هم قبول کن، راضی شد، خیلی خوب است، اجر اسلامی او رو میگیرید. اما اگر راضی نشد و یا راضی شد و متردد است، بهترش این است که با یک نفری که مثل خودتان اهل نماز است با او ازدواج کنید. چه خیلی که الله سبحانه و تعالی میگوید الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. سوال دیگر، برنده محترم، من چند علمای اسلام رو پرسیدگی هستم، میگویند که کسانی میگویند موسیقی حرام است زیادروی میکنند. من پیشنهاد دارم که همین درباره موسیقی پیام یک دبت تشکیل کنیم، علما رو جمع کنیم. پیش از همه درباره اینکه گویا که موسیقی در اسلام حلال بوده است، در اینجا حدیث در صحیح بخاری هست و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند روز میرسد که از امتی من، بیاید لفظ حدیث رو خوانیم، لیکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف. روز میرسد که از امتی من مردمی میبرایند و حلال میکنند زنا را و پوشیدن شلک ابریشم را برای مردها و نوشیدن خمر را یعنی الکل را و این چنین معازف موسیقی ها را. این حدیث ثابت آمدگی هست و حدیث صحیح هم هست. اینجا علمایی که میگویند نه بعضی ترانه خوانی یا دایره زدن ممکن است، حق دارن، حدیث آمدگی هست، اما دایره زنی هم شب و روز همیشه نه، فقط در توی، در عید، در ختنه توی هم می شود. لیکن اونهایی که میگویند موسیقی حلال است و زیاده روی نکنید، یک دلیل آورید که پیامبر صلی الله علیه و سلم موسیقی حلال گفته باشند و اما اگر ترانه را در نظر داشته باشید یا شعرخوانی یا ترانه‌ای که نغمه ندارد، آن جایز است و باکی ندارد، فقط به آداب و به اخلاق دعوت کند. لیکن درباره اینکه یک علما با هم جمع شوند و در این باره صحبت کنند و در این باره همه دلیل خود را آورند، اگر جمع شدند و همه دلیل خود را آوردند، البته که انشالله که اشتراک خواهیم کرد و میبینیم که نفرانی که میگویند زیاده روی نکنید چه دلیل دارند. از حوال دیگر، السلام استاذه عزیز، سلامت باشید. سوال ما چنین که عروس با همسرش میتواند در یک کنار بایستد و در پیش ویها رقص و بازی شود، همه نامحرم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر جان، اینجا رقص و بازی یک زن در نزد یک مرد که آنجا اگر داماد و عروس استند و زنها رقص کنند یا مردها رقص کنند، اینجا نامحرم هستند. عروس و داماد محرم همدیگری خود هستند، البته که جایز نیست. رقصی که عروس همراه زنها هست و آنها زنها با زنها رقص میکنند، انشالله باکی ندارد، در نزد جمهور علما جایز است، به شرط آنکه ویدیوگیری نشود و آن را دیگر به همه جا پخش نکنند. اما مردها با مردها رقص کردن جایز نیست، مگر اینکه مثل گفتیم ورزش یا بعضی از نمود رقصی که اصلا رقص نیست، اگر نگاه کردید میگوید یگان تمرین ورزشی کرده ایستادن، این دیگر چیز است. اما عروس و داماد را یک سو گذاشته. به نزدیکی بود شاید یکی از خواهرها
نوارش را فرستاده بود که عروس و داماد در کنار ایستادند و مردها در آنجا رقص دارند و گویا که اینجا مردم همه از اهل دین بودند. این البته که گناه هست، رقص کردن زنها در نزد مرد نامحرم هم جایز نیست و مردها آن رقص های تاجیکی که خیلی ببخشید خیلی به زنها مانند است و برای یک مرد مروءتش مردانگیش را عموما زیر پای میکند که مرد برآمده دیگر دست و پای جنباند. این در نزد زنها و در نزد مردها هم جایز نیست و کسی به این اجازه نمیدهد. درباره آن سوال هایی که درباره توی آمده استاده است عزیزان، موضوعی که ما داریم درباره توی عروسی است جواب میدهیم، اما درباره آرایش ها مثل قش چیدن و مسئله دیگر انشالله که شاید به نزدیکی در برنامه ترازوی عمل باشد. درباره آرایش های زمانوی و کدام آنها برای زن ها و اینچنین برای مرد ها بعضی آرایش ها حلال است انشالله با هم صحبت خواهیم کرد. سوال دیگر: در خوجند یک عده مردم هستند که عروس را قشش را نچیده باشد خوراک پخته اش را نمیخورند. قش نچیدن را یک نمود افلاسی میدانند. البته که شاید که ببخشید عموما از شریعت خبر نداشته باشند یا تا حد در جهالت باشند که این را یک گناه دانند، اما اگر به حدیث صحیح نگاه کنید پیامبر صلی الله علیه و سلم لعنت کردند نامیسه و المتنمیسه، هر کسی که ابروان خودش را میچیند باریک میکند و یا ابروان دیگران قش دیگران را میچیند. و در خوجند من از یکی عادتهای دیگرشان هم باخبر هستم که عروس را از ابروان باریکش یا چیده اش میشناسند و هر کسی که قشهایش را نچیده است گویا که عروس نشده است، که عرفی هست که خلاف شریعت 100% است و هر کسی که حتی برای شوهر شده هم قش را میچیند ملعون است و عموما برای زن چیدن قش جایز نیست. تا حدی که بلوندکس میگویند یا رنگ کردن مویهای پایانی قش که مثل چیدگی میشود، بعضی از علمای معاصر اجازه میدهند اگر شوهر این را از زن طلب کند. سوال دیگر: توی رقص نداشته باشد، موزیک نداشته باشد چه خیلی توی می شود؟ توی باید از مردخانه فرق کند. البته که توی باید از مردخانه فرق کند و ما گفتیم که اینجا موزیک نه، دایره هم که خودش یک صدا می دهد مثل موسیقی دایره جایز است و سرود خواندن با دایره جایز است، اما در حدی که زنها با زنها، مردها جدا از زنها باشند و اینجا توی است از خانه نیست. گویان ببخشید خواهرتان، مادرتان، نفران دیگر رو برآورده زن و مرد با هم در یک جا دست و پا جنبانی کنند و آن هم از توی های ملی گویا که عرفی مردمی هست. عموما برای یک مرد شأن و شرفی یک مرد نیست که یا خواهرش، مادرش، نفران دیگر برآمده در بین مردم رقص کند و یا خودی از مردانگی نیست که جوانها برآمده در بین مردم رقص و بازی کند. سوال دیگر: ماشاءالله اپای عزیز، انشالله این امام علی از سر قدرت رود هر سحر تیوی سفینه و دیگر طلب میکنیم تا که شما برآمد کنید. دیگر برآمد کردن ما در تیوی سفینه شاید غیر امکان باشد، با الله خودش میداند، ولیکن در اینجا که برآمد داریم انشالله که از این گوش میکنید و استفاده میکنید. سوال دیگر: در تاجیکستان اکثریت برای گذرانیدن توی عروسی قرض میگیرند، مگر نمی شود که داماد و عروس مصلحت کنند و با همین شرایطی بودگیشان توی را گذرانند؟ البته که خیلی بهترین می شود و چه خیلی که گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم در هر یک ازدواج خود خوراک داده بودند که اینش از آنش فرق میکرد، برای اینکه به شرایط خودشان نگاه کرده خوراک داده بودند. اگر هر یک عروس و داماد خیلی عاقلانه در آن مبلغی که در دستشان هست به آن نگاه کرده عروسی رو گذرانند، آنها می توانند یک بار پس از 2 روز توی داماد رو به قرض گرفتن و یا به روسیه گسیل نکنند. آنها می توانند یک مدت زندگی کنند و نه تنها عروس و داماد، حتی کشورهایی هستند که خویش و تبار همه با هم اتفاق میکنند که به جای تحفه های عروسی اون چیزی که به روزگار 2 نوجوان لازم است از یخجال و از دیگر لوازمات یا حتی از پول اگر همه چیز داشته باشند تحفه میدیم تا اینکه عروس و داماد یک مدت با هم زندگی کنند. و بعضی از دوستان من بودند که مقدار زیادی از آنچه که باید به توی خرج شود پس انداز کرده بودند و به یک سیاحت بعد از ازدواج رفته بودند تا که عروس و داماد همدیگر رو خوبتر شناسند. اما متاسفانه ما خیلی ببخشید بیخیرانه خرج و خراجات توی میکنیم.
اون وقتی که ما میتوانیم با 20 نفر توی را گذرانیم، حدودی عادی عائله، کسی ما رو لعنت نمیکند، تفقیه و کسی ما رو رد معرکه نمیکند. ما 1000 و 2000 چند نفر رو با یک چند نمود خوراک با قرض زیاد دعوت میکنیم. بعد از آن وویلا می نشینیم که چقدر قرضدار هستیم و کی علمش رو از کی گرفته نمیتواند. و بعضیا میگویند این شومی قدم عروس است که دیگر اومد و اونقدر ما قرضدار شدیم. سوال دیگر، من بچه قمبغلم، عروس رو راضی کردم که از من چیزی بسیار طلب نکند. اکنون من باید کارهای ضروری را کنم، صاحب عروس شوم. میگفتید که من اساساً برای چی چیزها پول داشته باشم؟ چه خیلی که گفتیم اگر عروس شما راضی هست، اول شده خانه‌ای که با عروس زندگی میکنید مهیا باشد، با شرط و شرایطی که شما بی‌ملال زندگی کرده میتوانید. زمان زندگی داریم که دیگر عصر قدیم نیست، در آنجا از چیزهای لوازمات اساسی خانه وجود داشته باشد. چیزی دیگر البته که اگر عروس راضی باشد، میتوانید اساساً پول‌هایی که پس انداز میکنید فقط برای جشن عروسی نباشد و برای یک مدتی که کار نکرده یا گفتیم پس از عروسی با عروس به مشکلی زندگی کرده توانید. اما هر وقتی که عروس و داماد یا با دو عائله با هم فکر میکنن که بیایید کار کنیم که تا 1 سال عروس و داماد به مشکلی زندگی کنن، کار کنیم که قرضدار نشوند، اگر این رو فکر کرده کنند و هر یک خویش و تبار سهم خودش رو به جای تحفه دادن مبلغ دهد کمک کنند، چقدر جوانها با عروس خود تا 1 سال زندگی میکنند. ما میدانیم که بعد از 3 روز داماد دیگر به مردی کاری میرود، پس از 1 ماه داماد میرود و 5 سال شاید نآید، برای اینکه قرض زیادی رو به جشن عروسی گرفت. اما کجاست دیگر گوش شنوا که این رو شنود و با خیردانه خرج کنند و توی خود را گذراند. دیگر سوال هایی که با شوخی نوشته است عزیزان، اگرچه مهربانی باشد هم نمیخوانیم. اپا جان صدایتان کمی گرفته به گوش میرسد، شاید اثر بیماری باشد. به شما سلامتی میخواهم. اپا جان شما کی برنامه بچگانه را سر میکنید؟ الله از شما راضی باشد خواهر عزیز. او کمی از این سرماخوردگی داریم که به لطف پروردگار میگذرد، ولی هرچی باشد هم گفتیم با شما در برنامه باشیم و انشالله که درباره برنامه بچگانه هر روز مصلحت نکردیم و اینجا باید یک منه یک چند نفران و عزیزانی که در پیام هستند در این باره اقدام کنند. همین که اقدام کردیم انشالله که برنامه ها می رود. اپا جان آیا ممکن است که پیش از توی 1-2 هفته پیش نکاح کنند؟ پیش از همه در نکاح حتمی است که عروس و داماد نه خودی ولی هم باشد و 2 شاهد هم باشد و اگر اینها اتفاق کردند که ما نکاح میکنیم و برای اون که در خرید و در دیدن خانه و در بعضی از مصلحت ها زن و شوهر یا عروس و داماد نامحرم نباشند و با هم صحبت کنند، بیایید اینها رو نکاح میکنیم. اگر همه راضی باشند میشود. ولی که عزیزان مسئله در آن است که بسیار نفرهایی که پیش از نکاح پیش از جشن عروسی نکاح میکنند با بعضی از مشکلات ها دچار میشوند و الکی داماد تو عروسی من هستی، باید سخنی مرا گوش کنی، این کار رو کنی اون کار رو نکنی، بعضی از فرض‌های خودش رو در آنجا پیاده میکند. برای همین بهترینش این است که در جای ما که مردم به این چیز آماده نیستند، بهترش در همان روز توی یا 1 روز پیش نکاح کنند. اما اگر همه اتفاق هستند، خویش و تبار داماد، خویش و تبار عروس، اونجا پدر عروس هست و 2 شاهد هست و همه اتفاقا نکاح میکنند و توی رو بدن میگذرانند، هیچ مانعیت وجود ندارد. ولیکن همچون نصیحت بهترش این است که نکاح رو به پیشتر نگیرند، برای اینکه مردم به این آماده هم نیست و شاید به بعضی از مشکلی ها دچار شوند. و یکی از خواهرهای رو میشناختم که به همین مسئله پیشتر نکاح کرده بودند و هنوز روزی توی یعنی جشن عروسی نرسیده دیگر اینها گفتن از هم جدا میشویم و الکی دخترک رو گفته میشد که مطلقه است، یعنی طلاق گرفت، برای اون که اونجا نکاح بود و مسئله خیلی جدی بود. سوال دیگر، سلام از کانادا، برنامه اتون بهترین اما رکلامش سوست. این برنامه رو باید هزارها نفر تماشا کنند. انشالله که شما در رکلام به ما کمک خواهید کرد و پیشتر هم گفتیم که مقصد از این برنامه این که عزیزان از این فایده گیرید، در زندگی خود پیاده کنید، پولهای خود رو به هر کجا علل خصوص به جشن‌هایی که برای یک چند ببخشید الکش و میزده صرف می شود، رقاصه و حافظها صرف می شود، به آنجا نه، به زندگی خودتان، به پیشروی خودتان، به آینده خودتان
خودتان خرج کنید. فقط روز توی نه، بعد از روز هم روزهای بهترین شما را انتظار باشد. فقط با همان کرته عروسی آمدن در خاطر عروس نه، بعد از توی هم به یگان سفر برآمدن، محتاج پول نشدن، از کسی قرض نگرفتن، این چیزها برای عروس و داماد مهم است. علل خصوص خواهرکانی که میگویند برای من همان روز فقط مهم است، باید گرانترین لباس را پوشم، در گرانترین لیموزین نشینم، در گرانترین دیگر از آشخانه ها یا خود رستوران ها تویم را گذرانم. عزیزان، آن 1 ساعت 2 ساعت می گذرد، اما زندگی دراز در پیش است. حیاتی هست که شما در آنجا همیشه با مجادله روبرو میشید. از اول اگر عروس و داماد دیگر مصلحت کنند، فکرشون را به جایش آورند، به جایش بمانند و گویند که ما به کجا پول را خرج کنیم، چه خیر توی را گذرانیم، کسی خفه هم نشود و خودمون هم محتاج نشویم، دیگر مصلحتتان از این به بعد خوبتر شده رفتن میگیرد. و انشاءالله در برنامه های دیگر درباره توی سنتی یا ختنه تویی که در ما هم این هم ببخشید به یک مراسم تبدیل شده است که مردم دیگر شاید نصف عمر خود را در آن هم خرج میکنند و در شریعت تا کجا ختنه در آن صرف و خراجات هست و چی سنت هایی هست، در این باره هم انشاءالله با هم صحبت میکنیم. و باز اگر برنامه خاصی رو میخواهید درباره موضوع میخواهید که در آنجا صحبت شود و برای شما خیلی مهم است، میتوانید به ما نویسید که در اینجا رقم های واتساپ وجود دارد و در بالایش کار میکنیم. انشاءالله پیشنهاد شما عزیزان میکنیم. الان باشد تشکر از آن که در این برنامه با ما بودید و تشکر از سوالهایتان که با ما همکاری کردید و یگانه به امید پروردگار یکتا که قلب‌هایمان در دست اوست و بگذار قلب‌های ما را در راه راستش همیشه نگه دارد و همیشه برابری درباره خیال و آرزوهای خود فکر کردن و اقدام کردن، این چنین درباره پیشروی خود و درباره سعادت حقیقی که بجز پیروی از شریعت در یگان جا سعادت وجود ندارد، بگذار فکر زیاد کنیم و اگر از روی شریعت تویهای ما گذرد و اگر از روی شریعت زندگی ما گذرد، بدانید که نه ما محتاج پول میشویم و نه محتاج یک نفر دیگر میشویم و نه در نزد یک نفر سر خود را با ذلت خم میکنیم. الها در پناه الله یکتا باشید. السلام علیکم و رحمت